سلام، من مبینا هستم و داخل این چنل از روزمرگیام ویدیو میذارم و توی این ویدیو میخوام هدفهای سال 1404 رو بنویسم، چون تصمیم گرفتم که اینا رو روی کاغذ برام نوشته باشه تا براشون بیشتر تلاش کنم. ازشون حتی میخوام تصویر اینا بسازم و بک‌گراند گوشیمو حالا لپتاپم اینا باشه که با دیدنشون هی یادش بیفتم و براش تلاش بکنم. اول از همه سال 403 برای من سال خیلی عجیبی بود. من عید پارسال اولین سالی بودش که تو خونه خودمون مهمون بودم و از خوابگاه اومده بودم و برام کلا همه چیز خیلی عجیب بود و من هر موقع تو زندگی به این درجه رسیدم که از این بدتر نمیشه، دیدم از این 100 باره بدتر شده و الان جرأت این که مثلا ناراحت باشم گلو شکایت بکنم اصلا ندارم. خلاصه من سال پارسال بود، آره ناراحت و اینه که دیگه زندگیم به این روال قرار پیش بره. ناراحت که نه، من خودم این راه انتخاب کرده بودم. خلاصه اومدم که فکر کردم از این بدتر نمیشه. من امسال با هم‌اتاقی جدیدی آشنا شدم که از قبل 6 تاشون با هم دوست بودن و با اینکه الان من از مهر تا الان که عید 6 ماه باشون هم‌اتاقیم، مشکل خاصی با هم نداریم، ولی هیچ وقتم رفاقت ایجاد نشد. یعنی اون اتفاقی که سال گذشته افتاد نیفتاد، ولی خب حواشی تو این اتاق کمترم بود. اینم هست. خلاصه من مریض شدم بارها و به کلان الانم بابت صدا عذرخواهی میکنم، یه ذره هنوز مریضم. یعنی این دم آخری سال جدیدم واسه من با بیماری شروع کنم. میرفتم دکتر، سرم میزدم میومدم، کسی حتی حالم هم نمیپرسید، تنها میرفتم تنها میومدم. باره اولی که مریض شدم برام سخت بود ولی کم کم عادی شد. اتفاقای خیلی متفاوتی افتاد به من. اون تنهایی رو امسال بیشتر حس کردم. ویدیوی قبلی که من گذاشتم رو ببینید. من تنهایی رفتم برای یه مسابقه روی 3 ساعته رو تنها بودم. خب این تجربه خیلی جدید و جالبی بود. من بعد از سال 402 که حالا دانشگاه قبول شدم از کاراته دور شدم، برای اینکه شهر جدید رفته بودم. حالا به هر نحوی من از کاراته دور شدم. سال 403 تابستون که برگشتم دوباره شروع کردم و من تیر ماه دوباره شروع کردم. شهریور ها، اواسط شهریور بود، ما رفتیم یه مسابقه، یعنی مسابقه کشوری، یکی از سنگین ترین مسابقاتی بود که من رفتم و پرو با مسابقه هم رفتم، یعنی هنوز شروع نشده بود. خب مسلما نتیجه هم در پی نداشت. یه مسابقه استانی تو اهواز دادم. اون مسابقه اونطور که میخواستم پیش نرفت. به هوایی که من خسته بودم حواله شدم به این که مثلا آیا استان جدید بود، من تا اسمم آشنا نبود اونجا. اینا برگشتم شهر خودم با یه حریفی که من یادم قبل از اینکه فاصله بگیرم از کاراته برده بودم و توی بازی خیلی خوبم برده بودمش و 2-0 بهش باختم. اونجا من یه سیلی بهم خورد. برگشتم خیلی بهتر، یعنی بازم کار میکردم اون زمان. این اتفاق مال بین 2 ترم بود، بهمن بین 2 ترم، نه دی قبل از امتحانا من اون باخت 2-0 رو داشتم. امتحانمو دادم، برگشتم دوباره و اینجا یه استارت دیگه ای خورد. من آخر بهمن یه مسابقه داشتم و بعد اون طرف 10 اسفندم اون مسابقه قبلی بودش که ولاگش باز میگم لینکش هم میذارم توی دیسکریپشن اگر خواستین ببینینش، ویدیو قبلیه. و اونجا بود که
من کلاس آنلاین کاراته گرفتم، بدنسازی رو جدی گرفتم، تمرینای که حالا حضوری هم داشتم جدی‌تر گرفتم و خیلی بیشتر تلاش کردم و کاهش وزن شدیدی هم داشتم. من وزنم 99 کیلو بود قبل که من مسابقه‌مو داشتم و الان 94 کیلو، یعنی وزنم هم نشستم کاهش پیدا کرد و همه اینا کنار هم جمع شد تا اینکه من هم تونستم مسابقه استانیمو ببرم، هم مسابقه کشوریمو که اونم دهم برگزار شد و این باعث شد که یه سال به حالت خوبی واقعا تو ورزشم به پایان برسونم. در نتیجه من تصمیم گرفتم که با برنامه ریزی سعی کنم تو بقیه ابعاد زندگی من یه مقدار برنامه ریزی شده تا که سال بعد خیلی خوشحال‌تر باشم، حتی داخل ورزشم از این هم خوشحال‌تر باشم. برای همین گفتم که حالا من برنامه ریزی بکنم براش. یه سری چیزای حدودی رو نوشتم و اینطوری شروع کردم که از مسائل جسمانی شروع کردم که دوست دارم آخر امسال من 75 کیلو باشم و درصد چربیم هم زیر 30% باشه. شاید مثلا بگیم که اینا برای یکی هدف خیلی آسانی باشه، مثلا میگن 75 کیلو اینا. من اصلا چون مسابقه 68 کیلو بازی میکنم تو کاراته اصلا یه وزن کمتر نمیتونم بشم، چون نمیخوام دسته وزنیمو تغییر بدم، ولی مثلا برای من این هدف معقولیه. خیلی میخوام بیشتر به تستای مختلف جسمانی مثل این که من میخوام حتما داخل امسال یه بار برم دکتر زنان رو چکاپ بشم، به پوستم بیشتر اهمیت بدم، این که بدون آرایش بخوام اون جدی تر بگیرم. علاوه روحی من به خاطر اتفاقایی که گفتم داخل امسال برام افتاد، تنهایی که بیشتر تجربهش کردم، با مشاور دانشجو خیلی صحبت میکردم، دوستم این جلسات مشاوره رو تو امسالم ادامه بدم، بیشتر پادکست گوش کنم، کتاب بخونم. البته که من کتاب رو واقعا میگم، حالا صادقانه نمیتونم اینطوری بخونم و کتاب صوتی شروع کردم به گوش دادن که من از من خیلی نتیجه بخشه، چون من زمانی که خوابگاهم تایم پرت خیلی دارم، دارم ظرف میشورم، دارم یه کاری انجام میدم، دارم آماده میشم برم یه جایی و اینا همه تایم پرتیه که من میتونم پادکست گوش بدم یا کتاب بخونم. اگر یه کتابای خوب روانشناسی نه روانشناسی زرد، چون من هر یه تا پیدا میکنم بعدا میگن که این روانشناسی زرده، یعنی تو کتاب پیدا کردن افتضاحم، به معرفی کن. کتابای قبلی که خوندم بیشعوری بوده و دخترم خودت باش و که میگن اینا کتابای زردی. پادکست هم اگه پادکست خوب توسعه فردی میشناسین لطفا به حتما معرفی کنید. یکی دیگه چیزا من مراقبه کردن دوست دارم روتین بکنم، اینا یه روز انجام میشه، 2 روز انجام میشه ولی دوباره انجام نمیشه، دوست دارم اینا روتینم باشن. و حالا سر مسئله روحی میخوام سعی کنم بی تفاوت تر باشم به اطرافم، به اتفاقایی که میفته. این که مثلا من یکی از چیزایی که حساس هستم دو نفر نشستم با خودشون صحبت می‌کنن، این اتفاق مثلا توی اتاقی که چون 8 نفر از زندگی خیلی میفته دور هم نشستم مثلا علاوه روحی احساس می‌کنم که اونا هم راجع به من صحبت می‌کنن، سعی می‌کنم که این مثلا حالا توهم توتایی که دارم کنترل کنم، این چیزایی که حالا من باید با تراپیستم صحبت بکنم. خیلی دوست دارم که چیزای جدید، تفریحات جدید امتحان کنم، سعی کنم دوست پیدا بکنم. حالا اون مسئله میدونم چون دوست پیدا کردن که یه شخص خوبی باشه مهمه، نه اینکه حالا دور و بر چلو باشه. و برای یوتیوبم دوست دارم که حداقل هفته 1 تا 2 تا ویدیو رو داشته باشم و بتونم تا آخر امسال 1000 تا سابسکرایبر رو بزنم. خیلی هدف بزرگیه، شاید مثلا میگم 1 سال برای رسیدن به 1000 سابسکرایبر چیزی نباشه که مثلا اونقدر بزرگ باشه، ولی اینا به حرف آسونه برای کسی که خب هم درس میخونه هم ورزش میکنه هم
میخواد سلامت و روان داشته باشه، وزن کم کنه، همه اینا با هم دیگه خیلی هدف بزرگی محسوب میشه. یکی دیگه از کارهایی که خیلی دوست دارم انجام بدم 75 روز سخته که حالا یه ویدیو جدا میذارم راجعش توضیح رو خواستم بگیرم. اگه که نه من باید حتما یه بار داخل امسال این 75 روز سخت رو بگیرم ببینم چی میشه. برای یکی دیگه از حالا هدفایی که من دوست دارمش حتما هم میخوام داخل امسال دیگه واقعا بهش برسم، گرفتن گواهینامه رانندگیمه. من آزمون تئوریش رو شرکت کردم، هم بار اول قبول شدم، آزمون عملیش اصلا تا حالا ندادم. چرا؟ چون من داخل بندر ثبت نام کردم، بعد رفتم دانشگاه و دیگه اصلا ولش کن دیگه درگیرش شدم و اینا. و امیدوارم اون تفریحی که گفتم با هم انجامشون بدم و شما هم ببینینشون. اگه گواهینامه بگیرم خیلی دستم بازتر میشه در این زمینه. بعد درس خوندم. ببینید رشته ما خیلی ابعاد گسترده و مثلا دارم میگم شما وقتی یک شخصی مهندسی میخونه، میره مهندسی میخونه و داخل اون فیلد کاری خودش میره کار پیدا میکنه. یه شخص پزشک میره پزشکی حالا 7 سال درس خونده، میره طرحش رو میبینه، مطبش رو میزنه، بیمارستان کار میکنه. یه چیز مشخصه. ولی برای ما اینجوری نیست. خیلی ابعاد گسترده‌ای داره این که حالا تو درمان بری، صنعت بری، آموزش دادن بری، تحقیقات بری، چه میدونم ارشد بخونی نخونی، دکترا بگیری، چه میدونم مهاجرت کنی، اصلا لیسانس پزشکی بخونی، هزار تا اصلا کنکور ارشد وزارت بهداشت بدیم، وزارت علوم بدیم. من میخوام واقعا امسال یه ذره تکلیفم میخوام مشخص کنم کدومش به کدومش اولویت داره. من مسلما نمیتونم همه پلنامو رو یه چیز بچینم چون اصلا مشخص نیست و برای اینکه دستم اصلا تو پوست گرون نمونه مثلا یکی دوتاش میخوام کار بکنم و امسال میخوام شروع بکنم براش آماده شدن. یکم که میخوام معدل الف شم. من 2 ترم اولم معدل الف شدم، ترم 3 متاسفانه معدلم 15.96 صدام بود و این ترم باید معدل الف شدم. درسم اینقدر سخت من نمیدونم واقعا این هدف خیلی بزرگه. یعنی اگه اون 1000 سابسکرایبر اون 75 کیلو زیاد نبود قطعا هدف خیلی بزرگی من گذاشتم. یکم که من میخوام زبانم رو تقویت کنم، برای این کار از همین یوتیوب میخوام استفاده بکنم. نه اینکه بشینم الان ویدیوی آموزش زبان رو ببینم اینطوری، نه اینطوری نمیخوام انجام بدم. یکی این که من میخوام بگم یک پارتنری پیدا بکنم که باش بعضا پارتنر زبانم که بتونم باش صحبت بکنم. یکم این که میخوام حالا تو یوتیوب بشینم ویدیو ببینم و اینکه فیلم با زیرنویس انگلیسی ببینم که بتونم واقعا اینطوری تقویتش بکنم. البته من کلاس زبانم میرم و اینکه حالا تو بهار برم یا نه بستگی داره که بتونم کلاس که تداخل نداشته باشه با دانشگاه پیدا بکنم یا نه. کلاس هم آنلاینه. برای دیگه چه زمینه میمونم؟ برای زمینه ورزشی. این زمینه ورزشی خیلی بستگی به این داره که تیممون کجا اعزام بکنه یا نه. حالا یکی از اینا اینه که من هدفم گذاشتم که خیلی دوستان این هدف هم اضافه بکنم که دانه دو مشکی من بگیرم. کارات اینطوریه که بعد از رسیدن مشکی دانه 1 2 3 همینطور تا دانه 10 خیلی دوستم دانه 2 من بگیرم، ولی چیزی نیست که واقعا از عهده من باشه و احساس آمادگی براش هم اونقدر نمی کنم صادقانه و زمان تمرکزش هم ندارم. ولی اگر پیش بیاد براش آماده میشم. یکی از اینا دوستان مدرک داوریمو بگیرم. یکی دیگه اینه که 4 تا مسابقه کشوری بگم استانیش حداقل شرکت بکنم. به 2 تاش تو خوزستان باشه، 2 تاش هم تو استان خودمون هرمزگان باشه و برای این 4 تا مسابقه من حداقل 3 تا طلا بگیرم حداقل و کفشه این قضیه. اونو هم گذاشتم که 1% خدا نکنه اتفاقی افتاد من
سرخورده نشم، ولی من باید حداقل 3 تا طلا رو داشته باشم. و برای مسابقات کشوری 2 تا مسابقه کشوری میخوام تو امسال برم که یکیشون مسابقات سبک خودمونه. حالا احتمالا من هیچی نمیدونم در مورد اینکه حالا تصمیم مربیان و سرپرستان سبک اون به چه نحویه اطلاعی ندارم واقعا، ولی مثلا اگر سبک خودمون باشه حتما هدف گذاری برای مقام اوله. و برای مسابقه دومم حالا اگر مثلا قراره یک مسابقه سبکی مثلا تو امسال اتفاق افتاد یه مسابقه سبکی دوباره اعزام کردم بچه‌ها رو تو نیمه دوم سال، اگر اون قضیه باشه که همون مدال طلا رو هدف گذاری میکنم. اما اگر قراره لیگ برم اون موقع میگم هدف گذاری فرق میکنه و هدف گذاری اینه که 2 تا رنکینگ 10 زیر 10 باشم. چون واقعا مدل لیگ یه مقدار فرق میکنه و حالا هدف گذاری من فعلا اینه، شاید نزدیک اون مسابقات یا هر شرایط دیگه متفاوت تره توی برنامه های 3 ماهه‌ای که برای بهار، تابستون، پاییز و زمستون قرار بچینم و حتی ماهانه. حالا فعلا چون بهار خیلی بی برنامه تر صادقانه، حالا نه اونقدر ورزشم راه میفته هنوز مسابقه چیزی، چون بچه‌های حالا رده سنی پایه انتخابی هاشون رو دیگه اصلا برای ما مسابقه نیست. برای ورزشی بیشتر اون روتین است، یعنی اینکه دویدن بدنسازی هر روز باشه. ولی برای این قضیه حالا من برای بهار 3 ماهه برنامه می نویسم که توی این برنامه میزه روتیناه. این که خب وقت من با 20 کیلو تو امسال کم کنم و 5 کیلوش میخوام تو بهار باشه. دویدن و مراقبه‌ام روتین بکنم. اینکه خب آخر این ترم که همین آخر بهاره معدل الف شم. و یکی از چیزای دیگه این که من میخوام 75 روز سخت و اگه شد انجام بدم. خیلی سخته، چرا؟ چون من فکر کنم تایم امتحانام بشه، ولی خب حالا ببینیم برنامه ریزیش به چه صورتی پیش میره. امیدوارم یه سالی پر از موفقیت، شادی، پرنشاط داشته باشید هر کی که این ویدیو رو میبینه و حتی نمیبینه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفا لایکش میکنید، به من خیلی کمک میکنه. و شما برنامه‌هاتون رو بنویسید، امیدوارم بهش برسید. و کانال من لطفا سابسکرایب کنین. تو ویدیو بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.